من دوست پسرمو 2 سال پیش توی تصادف رانندگی از دست دادم و بعد از 2 سال یه نوتیفیکیشن از دوستم گرفتم که توی لندن بود و یه عکس برام فرستاده بود از دوست پسرم که زنده و سالم بود و روبروی زنش و 2 بچهش نشسته بود. من 3 سال با دوست پسرم اندرو بودم و یه روز یه تماس تلفنی دریافت کردم که تصادف کرده و فوت کرده. من خیلی حالم بد شد. خدا میدونه چه روزایی بهم گذشت. به مراسم تدفینش بودم، خانواده‌اش بودن، خانواده من بودن. عزاداری کردم 2 سال تمام. نتونستم یک روزم از فکرش در بیام و با آدمای جدید دیت کنم. و حدس بزنید قیافم موقع دیدن اون عکس چه شکلی بود. نمیدونم یه نفر توی چه تایمی میتونه رکورد بزنه و سریع ترین حالت ممکن بلیت بگیره برای لندن و پاشه بره اونجا بدون هیچ مقدماتی، ولی فکر میکنم توی موضوع ادعا دارم و سریع ترین بلیتی که میتونستم بگیرم و گرفتم و پا شدم رفتم لندن. وقتی رسیدم اونجا 5 دقیقه مونده بود که اون کافه مد نظر بسته بشه. رفتم جلو و مثل دیوونه ها زل زدم به صاحب اونجا و گفتم که شما باید صاحب اینجا باشید. مشخصات اندرو رو بهشون دادم و گفتم مردی با این مشخصات اینجا نمیاد. انتظار داشتم یارو هم فکر کنه دیوونه میوونه یه چیزی هم و جوابمو نده و حقم داشت، ولی دیدم که خندید و گفتش که این دنیله هر روز ساعت 7 صبح میاد اینجا قهوهشو میگیره و من ماجرا رو براش تعریف کردم و اونم اینجوری بود که اوکی میتونی فردا ساعت 7 صبح بیای و قطعا اینجا میبینیش. قلبم داشت از دهنم میزد بیرون. همش دعا میکردم که شاید اشتباه بوده باشه، ولی مثل روز روشن بود که این وسط یه دروغ خیلی بزرگ گفته شده. صبح روز فردا که کل شبشو من نتونستم بخوابم، منتظر ساعت 7 بودم و اصلا نمیدونستم قرار چی بگم، چه ریاکشنی نشون بدم، قرار ببینمش اصلا چی کار کنم و چرا دارم این کارو میکنم. ولی یه فکری به ذهنم رسید. حلقه که اندرو بهم داده بود و توی دستم بود خیلی یونیک و خاص بود و هر کسی نداشتش. عتیقه بود. حلقه رو در آوردم، گذاشتم روی اون میزی که همیشه اونجا میشینه و رفتم از دور نگاه کردم، جوری که توی کافه مشخص باشه. یه کلاه کپ سرم بود، خیلی قابل تشخیص نبود.